پرتاب میکنه به درون منطقه جریمه. فرصت برای تیم ایران در مقابل دروازه و توی دروازه گل برای ایران و سید جلال حسینی این گل رو میزنه. ظاهرا قسمت اینه که مدافعا دروازه بحرین رو باز بکنن. در این بازی هم یک مدافع برای اولین بار دروازه بحرین رو باز میکنه. حرکت جالبی بود که از سمت راست صورت گرفت و تسلیم میشه سید محمد. گل اول در دقیقه 22 به ثمر میرسه و سید جلال حسینی این گل رو به ثبت میرسونه. تاثیر آهسته نشون خواهد داد که این گل چگونه به ثمر رسید. پنجمین گل ملیش رو میزنه به این ترتیب. یک بار دیگه ببینیم. خیلی خوب ریباند میکنه و دروازه رو باز داوودی در این لحظات اونجا دیده میشه. خلعت بری میفرسته به درون منطقه جریمه. برگشت توپ میدابودی جباری توی دروازه گل دوم برای ایران. جباری حساب کار رو 2-0 میکنه. باز هم گل های بیشتری میتونه در راه باشه اگر بازیکن ما قدر فرصت ها رو بدونند. جباری که در کل مسابقه یکی از بازیکن برتر زمین بود بالاخره موفق میشه اولین گل ملیش رو به ثمر برسونه در 20مین بازی ملی خودش. مجتبی جباری با هم ببینیم. این توپی که مدافعان بحرین ناقص دفعش میکنن. میدابودی ضربه اول رو میزنه، بلوکه میشه. در برگشت ضربه قشنگ جباری جای هیچ گونه عکس العملی رو برای سید محمد باقی نمیگذاره. از بین مدافع تعداد خطاهاشون در همون عدد 1 باقی مونده. تیموریان ضربه کورنر رو خوب میزنه. فرصت توی دروازه عقیلی دروازه تیم بحرین رو باز میکنه. 3-0. چه جوی اینجا در ورزشگاه آزادی حکم فرماست. همه شاد و خوشحالن. 3-0 در مقابل تیم بحرین. تیم ایران بازی رو تا به اینجا برده. عقیلی در آخرین بازی تیم ایران در مقابل بحرین هم روز 2 مهر ماه سال 89 موفق شده بود که 2 تا گل بزنه. الانم 1 گل دیگه میزنه برای تیم کشورمون به تیم بحرین. تا به اینجا 2 مدافع میانی ما گل زدن به اضافه جباری. سانتر عالی از آندرانیک تیموری. 2 تا بازیکن اونجا بودند و با قدرت از راه رسید عقیلی و دروازه رو باز کرد. بازم عقیلی در یه بازی ملی گل میزنه. بری نکونام تیموریان ضربه دیدنی توی دروازه. یه سوپر گل از آندو تیموریان. عالی زد این ضربه رو. چقدر زیبا بود این گل. ایران 4 بحرین 0 و زیباترین گل امشب رو آندرانیک تیموریان میزنه. فوق‌العاده بود. یه ضربه مهار نشدنی از تیموریان که ورزشگاه رو یه بار دیگه منفجر میکنه. ایران 4 بحرین 0. یه نتیجه به خاطر موندنی در تاریخ رقابت‌های 2 کشور و این پرچم کشور عزیزمون که به اهتزاز در میاد در ورزشگاه آزادی تهران. خیلی این گل قشنگ بود. جای این رو داره که بارها اون رو ببینیم. از چه فاصله‌ای زد به اون گوشه دروازه. واقعا مستحق این هست که چندین بار دیده بشه در ورزشگاه آزادی. هم هر بار با نمایش این گل فریاد گل شنیده میشه در ورزشگاه. اون کاملا مشخص و محرز هست زیر نظر او. ضربه بلند به روی دروازه. موقعیت برای تیم ایران توی دروازه. باز هم گل برای ایران و کریم انصاری فرهم موفق به گلزنی میشه. ایران 5 بحرین 0. خوشحال بی حد و هست در ورزشگاه آزادی. شاید خیلی برد رو پیش بینی میکردن اما نبرد با این نتیجه رو. تصویر آهسته نشون میده کریم انصاری چگونه
توپ رو در درون دروازه قرار داد. هفتمین گل ملیش رو به ثبت رسوند اینجا به این ترتیب. در بازی مقابل فلسطین هم گل زده بود، اینجا هم گل میزنه تا بازگشتش به روند گلزنی ها رو جشن بگیره. انصاری فرد خیلی هم خوشحاله، شاید یه مقدارش به خاطر همون یه فرصت برای تیم ایران نگذاشتن که انصاری فرد استفاده بکنه. فرصت برای زدن گل بعدی که بازیکن تیم بحرین روی زمینه، ساندر دروازه و توی دروازه 6 تایی میشه بحرین و نتیجه کار خوب کارلوس کیروش و تعویض مثبت دیگه ای زننده گل غلامرضا بسیار تاثیرگذار باشه. نگاه کنیم حرکت غلامرضا رضایی روی خط آفساید بدون اینکه آفسایدی در بین باشه و ضربه تمام کننده او. سانتر عالی از خسرو حیدری، ترکیب یه بازیکن از استقلال و یه بازیکن از پرسپولیس در تیم ملی اینجا نتیجه میده. و البته نباید به هماهنگی خسرو حیدری و ماهینی بی توجه باشیم، واقعا این دو بازیکن دارن خوب همدیگه رو پیدا میکنن در سمت راست.